سلام. بالاخره ورژن کیوبیس 13 پرو منتشر شد و به زودی دسترس همه ما قرار خواهد گرفت و میتونیم خیلی راحت ازش استفاده بکنیم. تو این ویدیو میخوام بهتون یه سری از اون آپدیت ها و اون آپگرید هایی که شده در واقع نرم افزار بهتون معرفی بکنم. بسیار زیادن، ولی خودم یه چند تا خوباشون، اونایی که حالا احساس کردم مهم‌تر هستنشو خواستم بهتون بگم که شاید در آینده اگه ما تونستیم اینو تهیه‌اش بکنیم حتما ویدیوهای آموزشی هم راجع به مسائل براتون میذارم، راجع صحبت میکنم. پس بدون معطلی بریم سراغ این که ببینیم چه آپدیت ها و چه اتفاقات جدیدی به کیوبیس 13 اضافه شده. اولین چیزی که خیلی نظر من جلب کرده بود، طراحی خیلی مدرن تر این کیوبیس بود که بالاخره یه مقداری تغییر ما دیدیم توی فضای کلی کیوبیس و چیزی که بیشتر نظر من جلب کرد ولی خیلی دوستش نداشتم، تغییر اساسی بود که روی ورک فلو و روی در واقع میکس کنسول کیوبیس اتفاق افتاده بود که از نظر من خیلی زیاد شبیه شده به پرو تولز و استودیو وان. یعنی المان‌های کلی این میکس کنسول خیلی از اونها اعلام گرفته، مشخص کاملا و طراحیش خیلی نزدیک به اونها که من به شخص خیلی رو دوست نداشتم، به خاطر اینکه خودم از کیوبیس انتظار نوآوری دارم، چون به هر حال شرکت خیلی خفنی اشتنبرگ و میدونم که میتونست شاید چیز خیلی خفن‌تری ارائه بده، ولی آپدیت‌های دیگه‌ای که داده که جلوتر بهتون میگم واقعا بی‌نظیر. یعنی واقعا یکی از گپ‌هایی بودش که همیشه توی کیوبیس وجود داشت. پس این در مورد میکس کنسول و فضای کلی داستانش که در ابتدا به چه صورتی طراحی شدن. اما از طراحی خود میکس کنسول و فضای کلی کیوبیس که بگذریم، حالا میرسیم به یه سری داستان‌هایی که توی میکس کنسول اضافه شده که مهمترین و بولترین اونها اینه که شما حالا میتونید رک هاتون رو کاستوم کنید. یعنی حالت کاستومایزیشن رک خواهید داشت توی میکس کنسولتون. میتونید میکس کنسولتون رو اینجوری طراحی بکنید که چه چیزهایی توش نمایش داده بشه. یعنی فقط اکوالایزرتون نمایش داده بشه، مثلا سند هاتون نمایش داده بشه، بخش راوتینگتون نمایش داده بشه یا هر چیز شبیه به همین. و داستان دیگه هم که هستش اینه که بالای هر چنل به صورت کلی در بخش میکس کنسول الان دیگه یک فضای مشکی رنگ قرار داره که اگه روش کلیک بکنید میتونید اکوالایزر داخلی یا دیفالت خود نرم افزار رو هم رو هر کدوم از چنل ها داشته باشین که یک فضای یک دست و خیلی جذاب بهتون میده که بتونید همه کاراتون رو به راحتی همونجا انجام بدین. بعد از میکس کنسول که این یکی از تغییرات منظم خیلی اساسی و بزرگش بود، حالا بریم توی بخش پروژکتمون، یعنی قسمتی که ما در واقع پروژکت فلامون رو داریم یا پنجره مربوط پروژکتمون رو داریم و اونجا چیزی که اضافه شده و خیلی جذاب بوده این بوده که ما اگه یادتون باشه به صورت کلی 3 تا زون داشتیم توی کیوبیس، زون سمت چپ، پایین و راست، که هر کدوم از اینا توش یه سری المان ها بود دیگه. مثلا زون سمت چپ توش بخش اینسپکتور بود یا تمام مشخصات مربوط به ترکمون بود، حالا چه آدیو ترک چه اینسترومنت ترک، و در بخش پایینمون هم میتونستیم میکسر داشته باشیم، ادیتور داشته باشیم، کورد پد داشته باشیم و خیلی چیزها. بخش سمت راستمون هم که میترمون بود معمولا، یا در واقع حالا کنترل روممون بود، یا قسمت VST های بانک صداهای VST های خود کیوبیس بودن که میتونستیم استفاده کنیم ازشون. حالا یه زون جدید اومده که در کنار زون سمت چپ ساخته میشه و چنل زون بهش گفته میشه به اصطلاح. یک حالت شبیه به یک فیدره که در سمت چپ نرم افزارتون میاد و خیلی راحت میتونید از اونجا یک دسترسی کامل و خیلی جذاب به خود والیوم و بخش کلی مربوط به چنلتون داشته باشین. جدا از اون این که میتونید در واقع تو اون قسمت سکشن های مورد نظر خودتون رو اونجا پیاده سازی کنید، بذارید باشه، کاملا کافیه کلیک راست بکنید و میتونید خیلی راحت سکشن مورد نظرتون رو به صورت کلی داشته باشین که این خیلی کمک میکنه به اون دسته از عزیزانی که مثلا سیستم هایی با اسکرین های کوچیک‌تری دارن، مثل لپتاپ، مثلا مانیتورهای کوچیک‌تر، که بتونن یک ورک فلو یا یک در واقع صفحه در واقع پروژه کاربری خیلی یک دست و شیک‌تر و جمع و جورتری رو به صورت کلی داشته باشن. همه این قسمت‌های پروژکت هم الان دیگه حالت قابلیت ریسایز شدن دارن و میتونید هر اندازه که دلتون بخواد بهشون بدید که در نهایت بتونید همشون توی اسکرین چه کوچیک و چه بزرگ به صورت خیلی جذاب جا بدید. یکی دیگه از تغییرات خیلی جذاب باحال کیوبیس و چیزی که بهش اضافه شده بحث تپ تمپو هست. اگه یادتون باشه قبلا از طریق بیت کلکیولیتری که داخل خود کیوبیس تعبیه شده بود و پس از گذشت چندین مرحله ما میتونستیم با زدن اسپیس و اینها به راحتی به مثلا تمپوی یک موزیک رو پیدا بکنیم یا هر چیز شبیه به همین. حالا اومدن این گزینه رو روی بخش ترانسپورت قرار دادن که خیلی جذاب و راحت میتونید روی منوی تپ بزنید، روی منو که نه، روی اون آیکون تپ بزنید و
تمپو موزیکتون رو راحت پیدا بکنید. حالا یه تفاوتی که با ورژن قبلی دارین بودش که تو ورژن قبلی وقتی که پیداش می‌کردین خودتون می‌رفتین تمپو رو همونجا دستی وارد می‌کردین، ولی الان خودش به صورت اتوماتیک این رو وارد بخش تمپو ترکتون میکنه و خیلی خیلی سریعتر کرده کارو. یعنی یکی از بزرگترین گپ هایی که من همیشه کیوبیس داشت همین قضیه بود که الان دیگه خیلی خیلی سریعتر میتونید تمپوی موزیک مورد علاقتون رو یا حالا اجرای هر چی که هستش به صورت کلی رو خیلی خیلی راحت پیدا بکنید. مورد بعدی که به نظرم بسیار بسیار مهمه و خودم عاشقش هستم واقعا و خیلی خوشحالم که اتفاق افتاده، اینه که دیگه الان شما میتونید چنل کانفیگوریشنتون رو راحت تغییر بدید. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید اگه یادتون باشه قبلا ما نمیتونستیم کانال مونو رو درجا به کانال استریو تبدیل کنیم، باید یه لاین دیگه میساختیم، مثلا اون لاین رو تعریفش میکنیم که آقا این استریو، این مونو، حالا هر چی. الان به راحتی با زدن یک کلیک رو بخشه، حالا اگه مثلا فرض کنید لاینتون مونو باشه، میتونید راحت با در واقع یک کلیک کردن روی اون قسمت کانفیگوریشنش اینو تغییرش بدید به حالت استریو. وقتی که روش کلیک میکنین یک پیام براتون میاد که آقا مطمئنید که میخواید مثلا اینو تغییرش بدین به حالت استریو، اینها شما رو اوکی کافیه بزنید و تموم شد. خیلی خیلی سریع و راحت کانالتون از حالت مونو به حالت استریو تبدیل میشه و برعکسش هم راحت اتفاق میفته. یعنی اگه بخواید یک کانال استریو به مونو تبدیل بکنید خیلی راحت میتونید از این تکنیک استفاده بکنین که بسیار بسیار به نظرم کاربردیه. آپدیت دیگه ای که توی کیوبیس اتفاق افتاده اینه که شما الان میتونید ضبط همزمان میدی و آدیو رو با هم داشته باشین. یعنی کافیه که فقط یک VSC، حالا هر VSC که دوست دارین، سینتزایزر هر چی، اونو داشته باشین و یک لاین آدیو بسازید و بخش اینپوت آدیو رو اختصاص بدین به اون VSC مورد نظرتون. وقتی که دکمه رکورد رو میزنین، علاوه بر این که اون VSC به شکل میدی میاد ضبط میشه، خیلی خیلی جذاب و راحت و با همون کوالیتی خیلی خفن به صورت آدیو هم ضبط میشه که این میتونه خیلی سرعت کارتون رو ببره بالاتر. از چه نظر؟ از این نظر که همیشه ما لازم بود که وقتی که چیزو میدی ضبط میکنیم بیایم حالا رندر این پلیس بگیریم یا از اون رندر بگیریم بیاریمش بعد بیاریمش داخل پروژه و اینها. الان دیگه این قضیه اصلا نیاز نیست دیگه، یعنی راحت میتونید همزمان ضبط داشته باشین که خیلی خیلی کوالیتی خفن و بالایی بهتون میده. مورد بعدی، یعنی موردی که باز هم سرعت عملمون توی کار میبره بالا، اینه که دیگه حالا میتونید تمامی اتفاقات یا ویژگی‌های یک ترکی که توی یه پروژه دیگه هستش رو ایمپورت بکنید توی پروژه جدید. خیلی خیلی راحت یک گزینه در اختیارتون گذاشته کیوبیس که باعث بشه دیگه نیاز نباشه که یه پروژه دیگه رو اکتیو بکنید. مثلا فرض کنید 2 تا پروژه به صورت کلی دارین، پروژه اول توش از میزان مثلا 10 تا 20 یه سری کارهای انجام دادین که دلتون میخواد اینجا هم اتفاق بیفته. یعنی تو این پروژه جدید دیگه نیاز نیستش که این پروژه رو این کامل بازش کنید، اکتیو کنید، حالا اینو بکشین درگ کنید توی پروژه جدید و اینها. خیلی خیلی راحت میتونید ایمپورت انجام بدین و فقط با زدن چند تا گزینه و دونستن اینکه از کجا تا کجا پروژه قبلیتون رو میخواید اون المان هاش رو به راحتی تمام استاپ ها و ستینگ هایی که تو اون پروژه بود رو انتقال بدید به پروژه جدید که واقعا به نظرم خفنه، خیلی سرعت کارتون رو میبره بالاتر. توی این ورژن کیوبیس ما یه قابلیت جدید دیگه هم داریم به نام استارت مودهای متفاوت. استارت مودها همون داستانه بودن که وقتی شما اسپیس رو میزنید در واقع این اسکرول خود پروژهتون حرکت میکرد و اگه دوباره اسپیس میزدی حالا این میتونست یا برگرده به حالت قبلی خودش یا اینکه در جای خودش بمونه یا حالا بر اساس المان هایی که ما صورت کاری در نظر میگیریم حرکت بکنه. من این 4 تا رو میخوام بهتون معرفی بکنم. اولین موردی که وجود داره اینه که start from project cursor position، مورد دوم start from cycle start، مورد سوم start from selection start و مورد چهارم start from selection or cycle start. هر کدوم از اینها برای خودشون یه تعریفی دارن. مورد اول همون حالت دیفالت کیوبیس. یعنی چی؟ یعنی زمانی که شما به صورت کلی توی پروژه اسپیس رو میزنید و پروژه شروع میکنه پلی شدن، هر جا که اسپیس رو بزنید خط همونجا وای میسته و دیگه بازگشتی نخواهد داشت که این به صورت کلی حالت دیفالت پلی شدن توی کیوبیسه که هیچ وقت بازگشت به سمت عقب نداره، یعنی برنمیگرده تو همون جایی که در واقع شروع شده. مورد دوم زمانی اتفاق میفته که شما مثلا یه بخش رو میای لوپ میکنید و مثلا میگه از میزان 10 تا میزان 20 هم میخوام هی لوپ بشه و وقتی که اسپیس رو میزنید و حالت لوپ روشن هستش، خود این اسکرول خود پروژهتون فقط در همون محدود حرکت میکنه و هر وقت که اسپیس رو دوباره بزنید و استاپ بشه پروژه دوباره برمیگرده سر خط اول خودش و همش بین میزان 10 تا 20 حرکت میکنه. مورد سوم مربوط میشه به ایونتی که انتخاب میکنید. حالا ایونت میتونه یا یه آدیو ترک باشه یا در واقع یک به اصطلاح میدی ترک باشه.
که هر ایونتی رو که به صورت جداگانه انتخاب بکنید خود پروژه تشخیص میده که فقط همونجا رو بیاد پلی بکنه. مثلا شما یک فایل میدی پیانو نوشتین که این از میزان برای مثلا 15 تا 20، همش وقتی که انتخاب میکنید اون فایل میدی رو خود پروژه فقط در همون، یعنی بین همون میزان 15 تا 20 میاد حرکت میکنه و دیگه کلا حرکت اضافه دیگه نخواهد داشت. و مورد آخری که وجود داره موردیه که هم میاد حالت اینکه شما فقط یه ایونت رو انتخاب کنید در نظر میگیره و هم حالت لوپ شدن و فقط به این دوتا تمرکز میکنه. یعنی پروژهتون رو هر وقت یه جایی لوپش بکنید همش اونجا پلی میشه، اگر هم یه ایونتی رو انتخاب بکنید فقط اون ایونت پلی میشه که یه جوری میشه همون خر و خرمایی که ما صورت کلی میشناسیم. خب حالا که اشاره کردیم به یه سری از آپدیت‌های خیلی خیلی ماژور و خیلی بزرگ توی کیوبیس، بریم سراغ یه سری پلاگین ها و یک سری VST هایی که اضافه شدن به کیوبیس که خیلی خیلی جذاب حال هستن. یه پلاگین خیلی خیلی جذاب اومده و مخصوص وکالیستاست به نام وکال چین. این پلاگین بهتون یه فضای خیلی خیلی کامل که نیاز برای اینکه بتونید یک وکال میکس بکنید میده و بهتون پلاگین های متفاوت از قبیل اکولایزر، کمپرسور، ایمیجر، گیت و لیمیتر، هر پلاگینی که مختص وکال هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه میکس وکال جذاب داشته باشین رو بهتون میده. بسیار بسیار سبک هست و خیلی خیلی با کیفیته. بعد اون یه سری پلاگین های کمپرسور و اکولایزر جدید هم اومدن اضافه شدن داخل کیوبیس که خیلی رنگ جذاب و جنتل و خیلی خوبی بهتون میدن و کمک میکنن که بتونید خیلی خیلی صداهای جذابتر قشنگتری بگیرید با توجه به اینکه خیلی خیلی هم سبک هستن و چون خوب کانفیگ شدن در واقع با خود کیوبیس بسیار بسیار میتونن پروسس سریع با کمترین تأخیر به صورت کلی براتون داشته باشن. و مورد آخری هم که من میخوام بهش اشاره بکنم توی این ویدیو مربوط میشه به یک VST به نام آیکونیک اسکچ که بسیار بسیار VST خفن و جذاب، یک VST ارکستر هست که اومده اضافه شده به در واقع کیوبیس و VST دیفالت خود استرنبرگ هست. بسیار بسیار خفنه، خیلی خیلی صدای خوبی رو من ازش چند تا ریویو دیدم که یه سری از میکس من ها و یه سری از استودیو من ها خیلی خفن اومدن یه سری ترک های خیلی جذابی باهاش ساختن و خیلی خیلی صدای ریل و باحالی داره که به نظر من میتونه یه VST خیلی خیلی جذاب باشه. البته فکر نمی‌کنم بتونه اونقدر رقابت بکنه VST هایی که اختصاصاً برای ارکستر ساخته شدن، ولی به نظرم خیلی چیز جذابی بود، خیلی باحال بود. جدا از همه اینها یه سری VST دیگه هم اومده که من واقعیتش خیلی راجعشون تحقیق نکردم ولی میدونم بازم هست و خیلی خیلی خوشحال میشم اگه خودتون مورد جدیدی چیزی هم میدونستین حتما توی کامنت برام بنویسین، خیلی خیلی به من کمک میکنید. خب اینها مواردی بودش که دوست داشتم بهتون بگم در مورد کیوبیس 13 و امیدوارم که تونسته باشم یه سری اطلاعات خوبی بهتون بدم که اگر تصمیم به تهیه این در واقع نرم افزار داشتین بتونید حتما مطمئن‌تر در واقع انتخابش بکنید و خودم بی‌صبرانه منتظر این هستم که بتونم کیوبیس 13 رو نصب بکنم. حتما این کارو میکنم و قطعاً آموزش‌های در مورد کیوبیس 13 هم در آینده خواهیم داشت. مرسی، خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدین. اگر ویدیو دوست داشتین ممنون میشم حتما لایکش بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید. هر سوالی داشتین، هر نظری داشتین و هر اطلاعات جدیدی که داشتین راجع به کیوبیس حتما واسم توی کامنت ها بنویسین. در آخر هم بهتون 2 تا ویدیو پیشنهاد میکنم. البته که کانال اینستاگرام و تلگرام من رو فراموش نکنید که دنبال بکنید و امیدوارم که همیشه موفق باشین. آرزوی بهترین ها به تک تک شما عزیزان. Hell yeah.